تو آغاز سال خونشی نو روزهای به شمار باقی مانده است. در این دوره کارمندان کارگاه‌های دوزندگی با تمام مسئولیت فعالیت دارند تا خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی را با لباس یگانه مکتبی تامین سازند. در شهر پنجکن اساساً دو کارگاه دوزندگی با شعبه معارف شهر شرطنامه همکاری را به امضا رسانیده فرمایش شعبه را اجرا می‌نماید. کارگاه دوزندگی معرفت پرور از جمله آن کارخانه‌های دوزندگی است که امروز لباس یگانه مکتبی را با رعایت طلبات جاری آماده می‌سازد. مطابق شرطنامه با لیسه شهر پنجکن 1000 دانه و 3 جماعت رودکی وارو نگنات ما تقریبا 3000 دانه شرطنامه کردیم. برای آنها تا امروز ما دوخته همه آنها رو به خوانندگان و پدر و مادرشون با نرخ خیلی ارزان ما دادیم. برای همش رو تیار کردیم و در آینده ما نیت داریم که با لباس‌های مکتبی زمستانه در نقشه هست که ما آن رو تیار کرده به خوانندگان میدهیم همش رو. حاضر به 80 نفر کارمندان کار میکنند. 200 عدد ماشینه دستی داریم. زنهای خانشینی که در منی شینگ ستروی از شهر آمده زنهای خانشین آموزش گذرانیده ما امروز آنها را الکی با کسب و کاری دوزندگی تیار کردیم و در آینده با شغل اهالی همکاری کرده استادیم که همه دخترانی که مثال بیکار هستند در خانه میشینند برای آنها ما کارمند مرحمت بیایند. در این فابریکه ما همروزه شده است. ضمن آماده نمودن این گزارش معلوم گردید که والدان به این کارگاه آمده در انتخاب لباس مکتبی به فرزندانشون کمک می نمایند. به اندیشه آنها خریداری لباس مکتبی استحصال وطنی از چند جهت به منفعت کار می باشد. به این مقصد آمدم که صفتی اینجا خوب است. فابریکه معرفت پرور خیلی لباس‌های خوش رو می‌دوختیم. بریم آمدیم که فرزندان سیمسایی میخوانند همینجا گیریم. لباس کبود را انتخاب کردم. ما مکتبی سید نبیل کریموف میخواند فرزندم. برای ما گفتیم استحصال خداما از شهر پنجکن برای خداما درآمدی نقش داد به کارگرایی. پیش خیلی رای بود، رنگارنگ بود، هر خیلی اختیار خوشرو نبود، حاضر خوشرو. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن تلاش دارند تا آغاز سال نو تحصیل همه خوانندگان را با لباس یگانه مکتبی استحصال خودی تامین سازند. در این سمت نقشه‌های تحریزی شده مرحله به مرحله عملی گردیده است.